بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. برخی ها شکایت دارند که ما یک بیماری داریم، بیماری بخیلی. الان چطور از این بلا و از این بیماری خودمون رو نجات بدیم؟ بیماری بخیلی سببش چیه؟ سببش اینه که انسان مال دوست، دنیا دوست، دنیا پرسته. سببش اینه که انسان رو شیطان از فقر و ناداری میترسونه. الان ما میخواییم که این بیماری رو در خودمون درمانش کنیم. دو راه پیشنهاد میشه. یه راه بالا بردن سطح سواد و عقل و دانشمون، راه به اصطلاح راهکار علمی و معرفیش. یک راه مهارت‌های عملیش. اما راهکار علمی و معرفیش اینه که اول باید بیاوریم که آقا این دنیا هیچ ارزشی نداره، این دنیا واسه ما نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوره الهاکم التکاثر رو میخوندن که شما رو جمع کردن و زراندوزی و مال از یاد خدا غافل کرده. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن یقول ابن آدم مالی مالی. بنده خدایی که به هر انسانی میگه مال من، ثروت من، جاه من، اینا مال منه، اینا مال منه. و اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند و هل لک یا ابن آدم، ای انسان مگه تو از مال چی داری؟ مگر غیر از این نیست که همون چیزی که خوردی و تموم شد، یا پوشیدی و کهنه شد، یا صدقه دادی و پیش خدا واسط انبار شد و انباشته شد؟ این سه تا مال توست، غیر از این هیچی واسه تو نیست. همه رو دیگران میبرند، وقتی مردی با یک کفن میندازن تو قبر، اون کفن هم جیبی نداره که واسط پولی توش بذارن. و دوم اینی که چشم داشتمون از خدا باشه و آخرت مد نظرمون باشه، همیشه در فکر قیامت باشیم و یادمون باشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من نفس عن مسلم کربة من کرب الدنیا نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه. هر انسانی که یک مشکلی از مشکلات دنیا رو از انسانی برطرف کرد و اون رو راحتش کرد از یک مصیبتی، خداوند اون رو در دنیا و آخرت مصیبت‌هاش رو برطرف میکنه. و یادمون باشه که سخاوت حلال مشکلات دنیای ماست. مشکل داریم تو دنیا، برو صدقه بده بابا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من یسر علی معسر فی الدنیا یسر الله علیه فی الدنیا والآخره. هر کسی که گشایشی برای کسی گره انسانی رو باز کرد در این دنیا، خداوند گره مشکلات اون رو در دنیا و آخرت باز میکنه. و یادمون باشه که این انفاقمون ستر و پوششی است بر گناهانمون. آبروریزی نمیشه واسه ایمون، آبرومون، حیثیتمون حفظ میشه با انفاق. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند و من ستر علی مسلم فی الدنیا ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. کسی که باعث شد آبروی انسان مؤمنی در دنیا حفظ بشه، کسی که قرض داره، مصیبت داره، آبروش میره، برو آبروشو حفظ کن با انفاق و کمک به اون. خداوند متعال آبرو و حیثیت تو رو در دنیا و آخرت حفظ میکنه. و یادمون باشه که اگر نیاز به کمک داریم و خدا رو میخوایم که به دادمون برسه، باید به داد دیگران برسیم. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. خداوند در عون و یاری بنده است اگر بنده در یاری بنده مسلمان دیگه بود، دوستش بود، در یاری دیگران بود.